یک جوان داستان توبه خودش نقل میکند. میگه من در آوان جوانی، در مرحله جوانی که بودم، انسان اراذل و اوباش بودم. به دین پابند نبودم. خیلی مسلمان بودم ولی به دین پابند نبودم. به نماز پابند نبودم، به قرآن پابند نبودم، به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پابند نبودم. روزها و شبها با دوستان ناباب و دوستان بد در تفریح و در چکر و در گردش بودم. شبهای شب بیرون بودم. بالاخره خانواده میگه تصمیم گرفت که به من زن بدن. من گفتم من ازدواج نمیکنم. خانواده اصرار کردن، ازدواج کردم. بعد از اینکه ازدواج هم کردم، شبهای شب میگه در بیرون میبودم، چون عادت داشتم به شب نشینی با دوستای بد. تا یکی میگه از ما یک طفل تولد شد و این طفل میگه نامش ماندیم سالم، در حالی که میگه طفل خودش معیوب بود. طفل میگه از ما تولد شد، معیوب بود، ولی نامش میگه من سالم ماندم، ولی طفل خوشم هم نداشت. من این طفل خوش نداشتم. یکی از کارهای ما همیشه توهین و تحقیر انسان ها بود. در منطقه ما میگه یک آدمی نابینا بود. این نابینا به عصای خودش میگه هر جای میره افراد پیدا میکنه. میگه ما به خاطر که ساعت خود تیر بکنیم عصای در یک جا پوت میکنیم. بعد این نابینا میگه پیرمرد سفید میرفتیم، عصاش بشینه بود، با دنیا میافتاد، با دوم دیوال میخورد، در جا میخورد، ما لذت میبردیم. اما وقتی که میگه طفل خودم تولد شد، نابینا بود. و از این طفل میگه راضی نبودم و خوشم نبودم و شبهای شب بیرون بودم. برعکس میگه خانمم خیلی علاقه به می طفل داشت، طفل نابینای معیوب. تا اندازه رسید میگه که طفل به سن 6-7 سالگی رسید، بعد ما به علاقه نداشتم. اونمو کارها، امو شب نشینی ها، امو بینمازی ها، امو رفیقای اراذل اوباش عادتم بود. میگه تا ای که روزی از روزها، میگه روز جمعه بود، میگه در خانه استراحت بودم ساعتای 10-11 روز، میگه صدای گریه میگه من از خواب بیدار کرد. گریه کی؟ گریه یه طفل سالم. یکی خود میگه من ازش متنفر بودم و دیگه یکی گریه ازی باعث شد من از خواب بیدار شدم. میگه خیلی سردی قار شد. میگه دوتا خود برم آدم که جزا بودم. باید میگه مادرش نماند. میگه گفتم کالای چرا گریه میکنه؟ گفت گریه میکنه که برادرش که در خورتر بود، از مثلا 6 ساله یا 5 ساله بوده، او کدام جایی رفته بوده، خانه خاله یا خانه ماما در خانه نبوده. این گریه داره که حالی وقتی نماز جمعه میشه مرا کی مسجد میبره. میگه مادرش گفت کی به این خاطر گریه میکنه که برادرش نیست، این آمادگی مسجد گرفته، حالی این کی مسجد ببره. میگه من سر سوال مقال کردم و استراحت کرد، پس رفتم میگه در اتاق خود. اما میگه می گپ ازی ذهن مرا میگه مشغول ساخت که یک طفل نابینای 7 ساله یا 8 ساله گریه داره برای که مرا کی مسجد میبره، ولی تو آدم جور صحتمندی بینا تالی در مورد مسجد ندیدی. ذهنم میگه خیلی مشغول شد. یک نگاهی با خودم انداختم و چند سال عمری که در چه رقم تیر شده ایم میگه در ذهنم آمد. بعد از نیم ساعت تفکر میگه بلند شدم رفتم برش گفتم که کالات بپوش، خودت آماده بکن، غسلت بکن، آماده باش، من تو رو مسجد میبرم. میگه وقتی که این گپ از من شنید، چون اولین بار بود یک گپی از من میشنوه که دوست داره و گپه، میگه آماده شد و بالاخره بعد از نیم ساعت مرا صدا کرد که آماده هستم. میگه دست گرفتم وقتی که طرف مسجد بردم، تقریبا در مسجد میگه 3-4 صف نفر شیشته بودن. میگه می که ما داخل شدیم، میگه می 1-2 نفر از جایش بلند شد، میگه دست دیره گرفت، مرا کسی نمیشناخت، ولی می بچه نابینا رو میگه آورد صف اول شاندش. و او احترامی که مردم به این کرد و او جایی را که برای در صف خالی کردن، میگه من متوجه شدم کمی احترام و امی عزتی که به این داده از کجاست، اگر خودش نابیناست. نماز خواندیم، میگه من آخرین فرد بودم چون منتظر بودم که باید نماز خلاص شود. نمازش خلاص شد، میگه آخرین نفر بود، دست گرفتم پس را خانه بردم. امی حرکت سالم، امی فکر سالم پدرش وادار به این میکنه، میگه مرا به طرف توبه برد.
میگه در همین یک توبه صادقانه کردم که الله تا این لحظه تا این روز همین عمر من در باطل و باطل سپری شد. از این روز به بعد یک تصمیم دیگری باید بگیرم. یک آدم خوب، هنوز دروازه رحمت تو برای من باز است، هنوز دروازه توبه باز است، هنوز میشه به الله بازگشت. با توبه صادقانه میگه توبه کردم و نماز دیگر دوباره رو به مسجد رفتیم و روز به روز میگه علاقمندی من به همین سالم زیاد شد، محبت سالم میگه در قلبم پیدا شد. بعد از یک چند ماهی که گذشت میگه به من یک سفر کاری پیدا شد از طرف مو اداره و دفتری که کار میکردم. سفر پیدا شد، رفتم سفر کردم. برای یک ماه گفتن سفر داری. رفتم مثلا میگه هر روز 2 مرتبه 3 مرتبه زنگ میزدم خانه، با سالم گپ میزدم. بعد از 15ام روز از سفر من میگه گذشت، زنگ میزدم به خانه، مادرش میگفت که یا خواب است یا در مدرسه است یا نیست یا چطور است، بهانه گیری میکردم. میگه دیگه صدای سالم من نشنیدم. یک ماه گذشت، سفرم وقتش پوره شد، دوباره برگشتم. وقتی که میگه در خانه رفتم، دروازه را زدم، توقع داشتم، دوست داشتم، آرزو داشتم که اولین کسی که دروازه را باز میکنه و چشم به چشمش میخوره سالم باشد. میگه من یک طفل 2 ساله دیگه هم یا 1.5 ساله داشتم که نو سر گپ آمده بود. میگه وقتی خانه رفتم و بالاخره در زدم و میگه مادرش آمد، همین طفل 1.5 ساله میگه در بغلش، میگه دروازه را باز کرد. میگه وقتی که باز کرد سالم میگه ندیدم. در اولین پرسان ازش کردم که سالم کجاست؟ میگه مادرش سکوت کرد، چیزی نگفت. میگه می طفل 1.5 ساله که نو سر گپ آمده بود گفت پدر سالم موند. با مگپ طفلانه خودش گفت پدر سالم وفات کرد. این شخص میگه سخت‌ترین حالت سر من وقت آمد که حس کردم آسمان برگردانم حلقه شد. میگه دیدم که اشکای مادرش هم جاری شد. پرسانش کردم قضیه چی است؟ گفت بعد از 15 روز از سفر تو گذشته بود، سالم تب کرد، مریض شد. چند روز گذشت و بالاخره وفات کرد، دفنش کردیم. و با تو هم چیزی نگفتم به خاطر که در سفر بودی. میگه تنها وقتی که من در خانه و سخت‌ترین زمان زندگیم همون زمانی بود که از خانه میگه رفتم و برام صدای خبر شنیدم که سالم وفات کرده. یک سالم نابینایی که در سرنوشت پدرش یک تغییر را میارد، پدر وادار به طرف توبه میکند. من و تو به حیث یک مسلمان آیا خود آماده به توبه کردیم؟ من و تو به حیث یک مسلمان آیا کسی دیگه را وادار به توبه کردیم؟ وسیله برای خیر رسانی برای دیگران شدیم که دیگران به دیگران خیر برسانیم، سبب هدایت برای دیگران شدیم. احساس مسئولیت بکنیم، رمضان یک فرصت طلایی بدانیم برای ساختن خود، برای ساختن خانواده خود. کانال خیر باشیم برای دیگران، وسیله خیر باشیم برای دیگران، دروازه خیر را برای دیگران باز بکنیم و با شیطان دشمنی بکنیم و خود به همون جایگاه اصلی عبد بودن برسانیم. این رمضان یک فرصت طلایی است.